انجیل لوقا بخش 4 آیه‌های 18 و 19. روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستمدیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. انجیل متی آیه‌های 3 تا 11. خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. انجیل متی بخش 13 از آیه‌های 3 تا 13. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خویش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید. به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از بدی مسرور نمیشود، اما با حقیقت شادی میکند. محبت با همه چیز مدارا میکند. همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکند. محبت هرگز پایان نمیپذیرد، اما نبوتها از میان خواهد رفت و زبانها پایان خواهد پذیرفت و معرفت زایل خواهد شد. زیرا معرفت ما جزئی است و نبوت ما نیز جزئی، اما چون کامل آید جزئی از میان خواهد رفت. آنگاه که کودکی بیش نبودم، چون کودکان سخن می گفتم و چون کودکان می اندیشیدم و نیز چون کودکان استدلال می کردم. اما چون مرد شدم، رفتارهای کودکانه را ترک گفتم. آنچه اکنون می بینم چون تصویری محو است در آینه، اما زمانی خواهد رسید که روبرو خواهیم دید. اکنون شناخت من جزئی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنان که به کمال نیز شناخته شده‌ام. و حال این 3 چیز باقی میماند: ایمان، امید و محبت، اما بزرگترینشان محبت است. آمین.